موفقیت یعنی از مخروبه های شکست کاخ پیروزی ساختن. موفقیت یعنی از ناامیدی ها امید ساختن. موفقیت یعنی از ناممکن ها ممکن ساختن. سلام و وقت بخیر به برنامه برگزیدگان. با من ظریف ناصری خوش آمدید. مهمان من در این برنامه جمعه خان مددی، ستاره دانشکده ژورنالیسم پوانتون رنا هستند. جناب مددی خیلی خوش آمدید. خوش باشین جناب ناصری صاحب. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت شما و خدمت همه کسانی که همین اکنون برنامه برگزیدگان را بیننده هستند. میخوایم این گونه آغاز بکنم. به نظر شما موفقیت یعنی چی؟ ناصری عزیز، موفقیت یک مفهوم پیچیده است و به معیارها و ارزش‌های شخصی هر شخصی وابستگی دارد و هر شخص میتونه این را از دیدگاه خودش تعریف کنه. برای بعضی‌ها دستیابی به موفقیت‌های شغلی است، برای بعضی‌ها هم حرفه و تحصیل هست و از دیدگاه من موفقیت یعنی دستیابی به اهدافی که ما در نظر خود داریم و می‌خواهیم به اون اهداف دست پیدا کنیم. خیلی خوب. چی چیز باعث شد جمعه خان مددی ستاره دانشکده ژورنالیسم پوانتون رنا شود؟ طبعا ستاره شدن در دانشکده یک سلسله معیارات را داره که با پوره نمودن اون معیارات یک شخص میتونه که به عنوان ستاره دانشکده انتخاب شود. ما تقریبا سمستر چهارم به خانواده رنا پیوستم و در اولین سمستری که در اینجا حضور داشتم بعد از سپری شدن امتحانات نهایی خوشبختانه به عنوان اول نمره صنف انتخاب شدم و نمرات بسیار عالی را کسب کرده بودم و از سوانح برای ما زنگ آمد که خودت از جمله محصلین برتر هستی و ما در اوایل با معیارات آشنایی نداشتم و نمیدانستم که برای ستاره شدن ما باید چی معیارات را داشته باشیم. در آخرین لحظات بود که اینترویو ستاره ها گرفته میشد و ما تصمیم داشتم که در سمستر چهارم خود را به حیث ستاره دانشکده کاندید نکنم، ولی بعداً به این فکر شدم که کاندید ما در این دور حتی اگر شکست بخورم باز هم منجر به این میشه که ما با معیارات بیشتر آشنا شوم و در سمستر بعدی بتونم اون معیارات را پوره بکنم که خوشبختانه به اون قسمی که پلان گذاری کرده بودم و برنامه ریزی کرده بودم در سمستر بعدی با پوره نمودن معیارات توانستم که ستاره دانشکده انتخاب شد. بسیار عالی. چگونه میتوان موفق شد و یا ستاره دانشگاه شد؟ میشه به محصلان معلومات ارائه کنید؟ خب دانشجویان دیگری که میخواین ستاره دانشکده اونا انتخاب شوند و علاقمند هستند به این مقام و باید که اونا همین معیارات را پوره بکنن. مثلا در کورس‌های تقویتی اشتراک داشته باشند، در برنامه‌های رقابتی اشتراک داشته باشند و تجربه کاری مرتبط به حرفه خودشان داشته باشند، مقالات علمی و تحقیقات علمی را باید انجام داده باشند، همچنان ارائه سمینارهای علمی و بعضی معیارات دیگری هست که در سطح دانشگاه اونا باید پوره کرده باشند تا اینکه بتونن به عنوان ستاره دانشکده اونا هم انتخاب شوند. خیلی خوب. کدام کتاب ها را مطالعه میکنید و کدام کتاب ها زندگی شما را متحول کرده است؟ خب در 2 سال اخیر بیشترین کتاب هایی را که ما مطالعه کردیم مربوط به حوزه یا رشته تخصصی خود ما بوده و آخرین کتابی را که مطالعه میکنم کتابی است تحت عنوان سواد رسانه‌ای و آگاهی‌های نشان شناختی است، آلیوت گینز. و همچنان خوشبختانه همه کتاب‌هایی را که ما مطالعه کردیم تاثیرگذار بوده، باعث رشد فکری، افزایش مهارت‌ها و تغییر در اهداف و ارزش‌های ما شدند. بسیار عالی. الگوی شما در زندگی کی از جناب مددی؟ الگوی مناسب میتونه به ارتقای مهارت‌ها و همچنان دستیابی به موفقیت در حرفه ما بنجامد و در حرفه روزنامه‌نگاری یا ژورنالیسم ما میتونیم از کارل آرول، جورج آستین و نیکولاس کریستوف و عنوان الگوها یاد بکنیم. بسیار عالی. افراد تاثیرگذار در زندگی شما کیها هستند؟ افراد تاثیرگذار در زندگی ما در قدم نخست خانواده بوده که در هر حالت و وضعیتی ما را تشویق به آموختن کرده است و در قدم دوم هم اساتید گرامی ما بوده است که همواره مرا حمایت علمی و معنوی نمودند. به نظر شما آیا خواستن توانستن است؟ عبارت خواستن توانستن است به این معناست که اراده و تصمیم قوی میتونه کلید موفقیت ما برای رسیدن به اهداف باشد، اما در کنار این مهارت‌های لازم، تلاش و پشتکار اهمیتی و سزایی برخوردار هستند. سپاسگزار جناب مددی. اکنون در اخیر برنامه قرار داده.
اگر کدام حرف حدیث با بیننده ها داشته باشین که برای ما در خدمتتان است میتونین بگویید. تشکر از شما جناب ناصری صاحب. پیام ما به دانشجویان و جوانانی است که هر لحظه زندگی فرصت است برای فراگیری و رشد. به دنبال رویاهایشان بروند، ناامید نشوند و از رویاهایشان دست نکشند. خب این بود برنامه برگزیدگان این هفته. تا هفته بعد، خدا نگهدار. ژورنالیسم رنا، کانون تخصص و نوآوری.